سلام. شاید تو تا حالا دلت خواسته باشه داخل خونه پرنده داشته باشی، اما شاید نگهداری از پرنده رو نداشته باشی. من بهت یاد میدم چجوری براشون غذا درست کنی، داخل طبیعت بذاری و اونها رو به عنوان یک حامی خوشحال کنی. بزن که بریم. غذا دادن به پرندگان. در زمستان به ندرت غذایی برای پرندگان یافت می شود. شما می توانید با درست کردن غذاهایی به شکل کیک به آنها کمک کنید. بنابراین شما به این مواد احتیاج دارید: 225 گرم چربی، 500 گرم دانه های گیاهان، گردو یا سایر مغزهای میوه، بیسکویت، خورده‌نان و یا باقی مانده غذاهای دیگر. برای انجام این کار از یک بزرگتر کمک بگیرید. ابتدا چربی را آب کرده و کاملا با دانه های گیاهان و خورده‌نان ها مخلوط کنید. مواد را داخل یک ظرف ماسه‌خانه یا چیزی شبیه به آن بریزید و منتظر بمانید تا خنک و سفت‌تر شود. سپس کیک را از داخل قالب در آورید و یک سوراخ در آن ایجاد نمایید و بعد یک رشته نخ از داخل سوراخ رد کنید و آن را بیرون از خانه بر روی درخت آویزون کنید. اینطوری به پرنده ها کمک بزرگی کردید، چون که اونا داخل زمستون به ندرت و به صورت کم غذا پیدا میکنن. شما با این کارتون خیلی بهشون کمک میکنید. بای بای. سلام. شاید تو تا حالا دلت خواسته باشه داخل خونه پرنده داشته باشی، اما شاید نگهداری از پرنده رو نداشته باشی. من بهت یاد میدم چجوری براشون غذا درست کنی، داخل طبیعت بذاری و اونها رو به عنوان یک حامی خوشحال کنی. بزن که بریم. غذا دادن به پرندگان. در زمستان به ندرت غذایی برای پرندگان یافت می شود. شما می توانید با درست کردن غذاهایی به شکل کیک به آنها کمک کنید. بنابراین شما به این مواد احتیاج دارید: 225 گرم چربی، 500 گرم دانه های گیاهان، گردو یا سایر مغزهای میوه، بیسکویت، خورده‌نان و یا باقی مانده غذاهای دیگر. برای انجام این کار از یک بزرگتر کمک بگیرید. ابتدا چربی را آب کرده و کاملا با دانه های گیاهان و خورده‌نان ها مخلوط کنید. مواد را داخل یک ظرف ماسه‌خانه یا چیزی شبیه به آن بریزید و منتظر بمانید تا خنک و سفت‌تر شود. سپس کیک را از داخل قالب در آورید و یک سوراخ در آن ایجاد نمایید و بعد یک رشته نخ از داخل سوراخ رد کنید و آن را بیرون از خانه بر روی درخت آویزون کنید. اینطوری به پرنده ها کمک بزرگی کردید، چون که اونا داخل زمستون به ندرت و به صورت کم غذا پیدا میکنن. شما با این کارتون خیلی بهشون کمک میکنید. بای بای.